با حضور استاد عزیز و خواننده محبوب مردمی آقای عباس قادری عزیز که سپاسگزارم ازش دعوت بنده پذیرفت و به کشور ترکیه شهر استانبول و به تکسیم پارک تشریف آوردن و امشب دل تمام هموطنان عزیز و چه کسایی که از قدیم خاطره از ایشون داشتن و چه کسایی که جدید ایشون رو میشناسن واقعا امشب به همشون خوش گذشت. امیدواریم که هفته‌های آینده هم بتونیم خدمت بکنیم به همه مردم ایران زمین. خدا کنه بیایی اگر چه دیره گل امید و عشق و نذاری تا بمیره استاد قادری، میخوام سوال کنم ازتون که یکی از بهترین آهنگ‌ها که خودتون خیلی دوست دارین و باهاش خاطره دارین کدوم هست؟ والا نمیتونم بگم بهترین آهنگ‌ها. همه کارهایی که من خوندم دوست داشتم خوندم، به خاطر اینکه با مردم تماس دارم، میدونم مردم چیا رو دوست دارن. سعی میکنیم آنچه که مردم عزیزمون تو این 40 سال گذشته که همراه ما بودن، ما در خدمتشون بودیم، در حدود 830 تا آهنگ رو همیشه با ما بودن، همراهی کردن، لطفشون شامل حال ما بوده. نمیتونم بگم کدوم بهتره. همه آهنگا هر کدومش این بچه‌های خودم دوست داشتم. اگر اون آهنگ رو دوست نداشتم نمیتونستم اجرا کنم. پس برام مسلمه که همه آهنگا رو دوست داشتم. تا آهنگ تو دل من نشینه نمیتونم اجرا کنم. به هر حال این آهنگ دور هم بودن خودش یه نعمته. یکی از کارهای قشنگی که شهرام عزیز محبت کرده، شهرام قادری برام ساخته، در حال حاضر میگم این قشنگترین آهنگی که اجرا کردم. واقعا که همینطوره، دور هم بودن چه خوبه و اشاره به اون شعر بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. واقعا درود بر شما استاد، خسته نباشین. دست مریضا. دور هم بودن چه خوبه